زمانی از گذر بنی اسرائیل از نیل و دیدن چندین معجزه از معجزات خدا می گذرد. با این موارد انتظار می رود دیگر بنی اسرائیل راه خود را یافته و موسی را همراهی کنند. گروهی از آنها به نزد موسی علیه السلام آمده و گفتند: ما به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه خدا را آشکار با چشم خود ببینیم. موسی علیه السلام از این ماجرا سخت ناراحت شد که چرا چنین تقاضایی می کنند. او روی به بنی اسرائیل کرد و بر آنها این چنین نصیحت کرد: خداوند بزرگتر از آن است که بر چشم ما جلوه کند. او نه مثل خورشید است و نه مثل بتانی که قبلا می پرستیدید. او نه جسم است و نه اندازه دارد. هر آنچه آنها را نصیحت کرد فایده ای نداشت. سرانجام موسی علیه السلام از میان آنها 70 نفر از سران بنی اسرائیل را برگزید و همراه خود به میعادگاهش با پروردگار یکتا یعنی کوه طور برد. در جایگاهی که بنی اسرائیل و موسی ایستاده بودند صاعقه‌ای فرود آمد و بر کوه خورد. برق خیره کننده و صدای رعب‌انگیز و زلزله‌ای که همراه داشت آنچنان همه را در وحشت فرو برد که بیجان بر زمین افتادند و هلاک شدند. موسی علیه السلام نیز بیهوش شد. این همان تجلی قدرت خدا بر کوه بود، چرا که قوم موسی از وی خواسته بودند از خدا بخواهد که خود را نشان دهد، با اینکه خداوند به چشم نمی آید. اما این جلوه‌ای از قدرت الهی بود تا آنها با چشم باطن خدا را بنگرند. سپس موسی علیه السلام به هوش آمده و عرض کرد: پروردگارا، اگر تو می‌خواستی می‌توانستی آنها و مرا پیش از این هلاک کنی. پروردگارا، می‌دانیم که این آزمایش تو بود. تنها تو ولی و سرپرست مایی. ما را ببخش و مشمول رحمت خود قرار ده. تو بهترین آمرزندگان هستی. سرانجام هلاک شدگان زنده شدند و به همراه موسی علیه السلام به سوی بنی اسرائیل بازگشتند و آنچه را دیده بودند برای آنها بازگو کردند.